بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی در هر گوشه از دنیا که هستید. بینندگان عزیز و گرامی، پروردگار متعال را سپاسگزار هستیم که برای ما توفیق داد تا در یکی دیگر از برنامه‌های بازسازی اندیشه در خدمت شما عزیزان و سروران گرامی باشیم. بینندگان عزیز و گرامی، همچنان که در جریان هستید، ما از چندین برنامه هست به این طرف که پیرامون کتاب مقدس و پیرامون نصرانیت صحبت میکنیم، اگرچه در 2 برنامه گذشته به تحدی و چالش هایی که به کلیسا داشتیم و عقب نشینی هایی که کلیسا داشت و مخفی کاری هایی که کلیسا داشت و برخی از آنها اشاره شد و صحبت هایی در موردش شد. و علت این بحث ها این بود که بعد از این که ما بررسی سندی و بررسی متنی کتاب مقدس و به خصوص اناجیل 4گانه را کردیم و تناقضات اناجیل 4گانه را با همدیگر بررسی نمودیم، خواستیم که آنچه در این اناجیل هست و امروز پوشانده میشه را هم به خدمت شما عزیزان نقل بکنیم. در این برنامه ان شاء الله به بررسی یکی دیگر از اناجیل میپردازیم. همچنان که شما میدانید صدها اناجیل وجود داشته و از میان صدها اناجیل در حقیقت شوراهای کلیسایی آمدن و کنفرانس‌های کلیسایی آمدن، 4 تا از وسط اینها و از میان اینها انتخاب کردند. انجیلی که ما امروز مورد بررسی قرار میدیم در حقیقت یکی در موردش زیاده روی میکنن، حتی از مسلمانان ما غلو میکنن و آن را انجیل اصلی وانمود میدن و کلیسا هم با تمام قوت و با تمام در حقیقت همان توانی که داره تلاش میکنه که تا این انجیل را به شکل از اشکال برای مردم دروغ جلوه بده و برنامه ها میگذارن، تلاش ها میکنن در این مورد که مسیحیت و نصرانیت از این کتاب یعنی انجیل برنابا دور باشند. علتش هم خیلی واضح است دوستان عزیز و بزرگوارم. ما ان شاء الله بعداً به شرح حال این انجیل که میپردازیم صحبت خواهیم کرد که چرا کلیسا با این مخالفت میکنه و چرا نمیگذاره کلیسا مثل بقیه اناجیلی که حالا وجود داره این انجیل هم به طوری از اشکال استفاده بشه و مورد مطالعه افراد به هر حال مسیحیت یا نصرانیت قرار بگیره، کسانی که ادعای دین نصرانیت میکنن. ولی ما میبینیم که کلیسا با تمام توان داره در برابر اینها استادگی میکنه، در برابر به خصوص در برابر این انجیل که یکی از اناجیل باطل شده است، به تعبیر واضح بگم از اناجیل باطل شده است که در نزد کلیسا باطل شده و در اصطلاح علمیش به آن میگن آپوکریفا، که عبارت از یک سری اناجیل باطل شده است که شورای کلیسایی بعد از آن که در حقیقت شوراهایی که اینها دارن یا مجامع نصرانی یا کنفرانس‌های نصرانی که در رأس آنها همان شورای نیقیه هست که حالا هر کدام از اینها آمدن به برخی از مستندات دست دادند و یا به تعبیر دیگری بگین دستاویز شدند تا اینکه
بتوانند برخی از کارهایی را انجام بدن که انشاءالله ما به شرح آن هم میپردازیم و این شوراها را یکی پس از دیگر مورد بررسی قرار میدیم که اینها در این شوراها چی مسائل مطرح کردن و چی پیشنهاداتی شده و چی مسائل برای مسیحیت تصمیم گرفته شده. خب میایه این شوراهای کلیسایی در حقیقت این اناجیل دیگر را باطل میکنه و 4 انجیل را از وسط اینها انتخاب میکنه که در حقیقت ما در برنامه‌های گذشته هم گفتیم که علت انتخاب اینها چیست. این سوالی که باید کلیسا جواب بده. علت انتخاب 4 انجیل از میان 100 انجیل یا بیش از 100 انجیلی که وجود داشته چی بوده؟ چرا مثلا این انجیل متی، انجیل مرقس، انجیل لوقا، انجیل یوحنا، این 4 تا به عنوان کتب رسمی و اناجیل رسمی و در ضمن کتاب مقدس قرار میگیره، در حالی که اناجیل دیگه رد میشه؟ این خودش جای سوال هست و نیاز به یک پرسش منطقی و علمی دارد. شاید کسی بگوید که بله، چون این اناجیل به عیسی علیه السلام رسیده یا واقعیت زندگی عیسی علیه السلام رو به تصویر کشیده. ما میگیم نه، این حرف دروغه و این حرف بی پایه و بی اساس است، اساس علمی و منطقی ندارد. به خاطر اینکه هیچ یک از این اناجیل 4گانه، از انجیل متی شروع بکنین تا انجیل یوحنا، هیچ کدام از اینها سند درست و حسابی نداره و حتی ثابت نیست 2 تا از این اناجیل، 2 تا از صاحبان این اناجیل که لوقا و مرقس هستند، از شاگردان عیسی مسیح هم نیستند. حالا اون 2 تا دیگری که متی و یوحنا ادعا میشه که از جمله شاگردان عیسی مسیح بودند، در حقیقت ما این را هم قبول نداریم که این از جمله شاگردان عیسی مسیح بوده باشند، چون ما در یک برنامه خاص برامون این صحبت کردیم و گفتیم که این اناجیل از نظر سندی مشکل دارد. سند اینها متصل نیست، سند اینها متصل نیست که به عیسی مسیح رسیده باشد و ما همواره میبینیم که در حال ماشاءالله در حال رشد است، در حال تطور است، روز به روز فرق میکنه، متفاوت میشه. حتی شما ترجمه عربی را باز کنید با ترجمه فارسی میبینید متفاوته، فرق میکنه. حتی ترجمه فارسی چندین ترجمه که شده، یکی را با دیگری شما اگر خواسته باشین اینها را مقارنه بکنین و با هم دیگر نزدیک بکنین و ببینین که در این چی هست، در این چی هست، میبینین باز هم اختلاف وجود داره. آیا اینها سند داره؟ نه، اینها هم سند نداره. و از نظر متنی هم ما مصیبت‌هایش را گفتیم، از جمله تناقضاتی که داشت، غلطه‌هایی که در این کتاب‌ها، در این 4 کتاب وجود داره و تناقضات خیلی واضح و آشکاری که در این 4 کتاب وجود داره که قابل جبران نیست، قابل این نیست که اینها معالجه بشه. خب چرا این 4 تا انتخاب شده و دیگران کنار زده شده و مورد قبول نبوده؟ من میخوام که در مقدمه این بحث به چند نکته اشاره بکنم. اولا این که شما هیچ انجیلی را، این را میگم که تا بیشتر بینندگان عزیز و گرامی که میخوان معلومات کافی در این مورد داشته باشن ذهنشان باز بشه. اول این که این را در ذهن خود داشته باشید که هیچ انجیلی منسوب به عیسی علیه السلام نیست. یا انجیل از لوقاست، نویسنده لوقاست، یا متی یا مرقس است و یا هم یوحناست. شما از میان این اناجیل 4گانه اگرچه به هر حال در روی پوشه کتاب یا پوشه کتاب می نویسن که بله، روی غلاف کتاب می نویسن که انجیل عیسی مسیح، کجاست انجیل عیسی مسیح؟ اصلا این انجیل عیسی مسیح نیست. چندین سال بعد کسی آمده این را نوشته و مشخص هم نیست که ما گفتیم احوال این افراد و حالت این افراد نامشخصه، معین نیست که ما بفهمیم واقعا این همان حواری است یا این واقعا همان کسی است که در انجیل به اون اشاره شده. این موضوع اول. در موضوع بعد این است که در حقیقت شما هیچ سند متصلی بر این اناجیل پیدا کرده نمیتونین که تا به صاحب کتاب رسیده باشه. مثلا ما در قرآن کریم داریم، ما وقتی که این حرف را میزنیم برای هر حرف خود، برای مدعای خود دلیل داریم. قرآن کریم از همین زمان که به عنوان مثال من از استادم فرا گرفتم قرآن را،
استادم از استادش گرفته، استادش از استادش، به همین ترتیب تا بالا به رسول الله صلی الله علیه و سلم میرسه. یعنی با سند متصل و متواتر برای ما قرآن کریم رسیده و ما خب به هر حال اجازاتی که در باب قرائت قرآن یا قرائات قرآن کریم داده میشه این خیلی واضح و آشکاره و غیر قابل انکاره. همه کس میدانند و همه افراد به این آشنا هستند که قرآن کریم طبقه به طبقه و فرد به فرد تا به رسول الله صلی الله علیه و سلم میرسه. اما شما یک سند از انجیل نشان بدین که یک کشیش بیای بگه بله من این را از استادم گرفتم، استادش از استادش تا به عیسی یا تا به صاحب همین کتاب ها رسیده باشه. شما هیچ انجیل را پیدا کرده نمیتونین که سند متصل داشته باشه. در سندش انقطاع است، یعنی این که یک فردی از کس دیگه گرفته، اون کس معلوم نیست که از کی گرفته و به همین ترتیب تا به عیسی علیه السلام یا تا به صاحب این کتاب. عیسی علیه السلام خب گفتیم که انجیل نداره. به هر صورت یعنی وجود نداره امروز. سند متصل این 4 کتاب نداره و هیچ انجیلی سند متصل نداره. و همچنین موضوع بعدی که هست که واقعا خیلی مهمه اینه که چی زمانی دقیقاً چی زمانی، درسته بعضی حدسیات زده شده و بعضی از گمان زنی ها هست که مثلا این 4 انجیل در فلان سالها، یعنی در فلان سالها مورد انتخاب قرار گرفته و انتخاب شده. حالا ما میخوایم که به صورت دقیق بفهمیم که این 4 کتاب، این 4 انجیل در چی زمان مورد رسمیت شناخته شده، زمان دقیق و مشخصش، و افرادی که این 4 انجیل را به عنوان کتاب مقدس و اناجیل معتبر به رسمیت شناختن چی افرادی بودند. به صورت دقیق ما میخواهیم نام بگیرید فلانی 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 فلانی، مثلا فلان اسقف، فلان کشیش بزرگ یا پاپ یا هر کس که بوده در فلان سال این 4 تا را به رسمیت شناخته، دیگران را و دیگر اناجیل را رد کرده یا در ضمن آپوکریفا داخل شده. این به صورت دقیق باید واضح بشه که چون این تاریخی در دسترس یهودیت نصرانیت نیست و کشش‌های مسیحی و کلیسا عاجزن از جواب این سوال، وگرنه باب یا دروازه باز است. لطف بکنن این تاریخ مشخص و دقیق و افراد مشخص و دقیقی که در این مجالس شورایی و در شوراهایی که مسیحیت و کلیسا گذاشته بود برای اینکه این 4 تا انتخاب بشه و دیگران رد بشه نشان بده. این که خیلی حرف سخت نیست، حرف بسیار آسانه. شما از ما بخواید قرآن کریم را برایتان نفر به نفر تا به رسول الله صلی الله علیه و سلم از یک سند نه بلکه از صدها طریق برایتان ثابت خواهیم کرد. ولی شما لطف کنید همین اناجیلی که دارید در دسترس دارید که هر روز مورد دستبرد قرار میگیره، حتی از این چاپ تا چاپ دیگه فرق میکنه، هر کس هر چی که دلش میخواد اضافه میکنه، کم میکنه، در آن میافزایه و هر طریقی خواسته باشه دست میزنه. شما تصور بکنین که اگر واقعا همین سندش به عیسی مسیح که نه بلکه به این صاحبانی که به اونها نسبت میدن برسه، چی مصیبتی از اون زمان تا به حالا رسیده و شده، چی مصیبتی به سر این کتاب آمده. هر روز مورد دستبرد قرار گرفته، هر کس آمده به نفع خود به هر حال دستکاری کرده آنجا. انجیل برنابا، برین به سراغ انجیل برنابا. برنابا کیست؟ خود برنابا از جمله حواریون عیسی مسیح علیه السلام نیست، یعنی آنچه که خود کتاب مقدس میگه از جمله حواریون عیسی مسیح نیست. اسم این نفر برنابا یوسف هست و در حقیقت یکی از اقوام و خیشان مرقس هست، یعنی دایی مرقس هست، آنچه که در شرح آل این نفر گفته میشه. و نام او تقریبا یعنی حدود و تقریبا به خصوص در عهد جدید تقریبا 33 بار آمده. 33 بار نام این برنابا در عهد جدید آمده، حالا کمتر یا بیشتر، بعضی ها میگن 33 بار. به هر صورت آنچه گفته میشه، این نفر داستان او در اعمال رسولان که یکی از ملحقات عهد جدید، از ملحقات اناجیل 4گانه و که در ضمن عهد جدید قرار داره و وجود داره، داستان ای آمده.
داستان این نفر در حقیقت خیلی که مشهور میشه، از اینجا شروع میشه که وقتی پولس خائن، که بعداً به این نکات هم اشاره میکنیم که خود برنابا هم در انجیل خود پولس را متهم میکنه و پولس را یک فرد خائن میدانه در فصل اول به انجیل برنابا. حالا این در اعمال رسولان ذکری از این نفر آمده وقتی پولس به تعبیر خودش ایمان میاره که ایمانش ظاهری است و دروغه و به قصد فریب داخل میشه در دین نصرانیت و بدعاتی را در دین نصرانیت به وجود میاره. وقتی داخل میشه میخواد که در ضمن داعیان دین نصرانیت داخل بشه، ولی ایمانداران از او میترسن. ایماندارانی که به عیسی مسیح باور دارن از این میترسن، میگن این آدم شاید به دروغ داخل ما بشه. خب گمانشان راست بوده، راست میگفتن، واقعا هم آدم خائنی بعداً معلوم شد. اینها میگفتن که این آدم خائنه، نباید در میان ما باشه. این آدم شاید جاسوسه، نباید در میان ما باشه. خب بعداً وقتی میخواد داخل بشه، برنابا این را معرفی میکنه برای دیگران و پادرمیانی میکنه برای قبولی پولس. اما بعداً در میان این، یعنی برنابا و در میان پولس، اتفاقات میفته و اختلافات به وجود میاد که دوتا از هم جدا میشن، که در اعمال رسولان هم با آن اشاره شده به این اختلافات و همچنین در انجیل برنابا هم با آن اشارات میشه. اعمال رسولان، اگر اجازه بدید من برایتان نشان بدم. اعمال رسولان فصل 9، اعمال رسولان فصل 9 اینجا از آن ذکر میکنه و یاد آور میشه آنچه که من برایتان یاد آور شدم. این اعمال رسولان هست دوستان عزیز و بزرگوارم، فصل 9. اینجا میایه در مورد این فرد میگه، یعنی در مورد همین پولس میگه که وقتی آیت 26 یا فقره 26 میگه وقتی به اورشلیم رسید، یعنی همین پولس، بسیار کوشید تا نزد ایمانداران برود، ولی همه از او میترسیدن و تصور میکردن که حیله‌ای در کار است و حرفشان درست بود، واقعا حیله کاری بود آدم. در فقره 27 میگه تا اینکه برنابا او را نزد رسولان آورد و برایشان تعریف کرد که چگونه پولس در راه دمشق خداوند را دیده و خداوند با او چی فرموده و اینکه چگونه در دمشق با قدرت به نام عیسی وعظ کرده است. آنگاه او را در جمع خود دادند و پولس از آن پس همیشه با ایمانداران بود و به نام خداوند با جرأت موعظه میکرد. این حرفش کار نداره. حالا مهم این است که این برنابا در اینجا پادرمیانی میکنه برای قبوله پولس، اما اختلاف میفته در میان این دو. بعداً آنچه که در فصل 15 اعمال رسولان ذکر میشه، میگه که در انجیل در اعمال رسولان فصل 15 36 یعنی فقره 36 میگه پس از چندی پولس به برنابا پیشنهاد کرد که بازگردند و به شهرهایی که قبلا، یعنی این دو نفر با هم میرفتن و مردم را دعوت میکردن که قبلا در آنجا موعظه کرده بودند، سر بزنند تا ببینن مسیحیان جدید در چی حالند. برنابا موافقت کرد و خواست یوحنا معروف به مرقس را نیز با خود ببرد، یعنی پسر خواهرش را میخواسته با خودش ببره. 38 ولی پولس با این کار مخالف بود، چون میگفت مرقس آنان را ترک نبوده، یعنی در مکان آنها را ترک کرده و با ایشان همکاری نکرده است. 39 اختلاف آنان بر سر این موضوع به قدر شدت گرفت که از هم جدا شدند. برنابا و مرقس به قبرس رفتند، ولی پولس با سیلاس پس از آن که ایمانداران برایشان دعا کردند به سوریه و الی آخر کجا رفتند. حالا المهمی که دو نفر از هم جدا میشن، اما جالبه که در فصل اول برنابا به این مورد اشاره میشه. در انجیل برنابا به این موضوع اشاره میشه و برنابا از پولس شکایت میکنه و او را از جمله خائنین میخوانه و میگه که پولس دین عیسی مسیح را تغییر داده و حرفش هم درسته، اگرچه ما با سند متصل میگیم که حتی انجیل برنابا هم به عیسی مسیح نرسیده، اما این حرفش درسته. دقیقاً این حرفش بجاست و این حرفش دقیقه که پولس یک آدم خائن بوده و دین عیسی مسیح را در واقع به طرف گمراهی کشانده. حالا اجازه بدین که من از فصل اول انجیل برنابا برایتان برخی از مواضع را نشان بدم که در مورد این نفر چی میگه. در حقیقت در فصل اول انجیل برنابا، این فصل اول انجیل برنابا هست دوستان عزیز. انجیل برنابا
اینجا از اول شروع میکنه در مورد عیسی مسیح حرف میزنه و بعد حرفهایی میگه در مورد عیسی مسیح خود برنابا. حالا این که ادعا میشه که برنابا این حرفا را گفته، به هر صورت میگه که میکوبه کسانی که احکام خدا را به مسخره گرفتن، احکام خدا را به مسخره گرفتن و دین عیسی مسیح را به طرف تباهی کشاندن. در ادامه میگه آنان که گمراه شده در شماره آنان نیست پولس، که سخن نمیگویم از او مگر با افسوس. حالا به هر حال خب قافیه هم داره. میگه که پولس هم از جمله همین گمراه شدگانی بود که دین عیسی مسیح را به تباهی کشاند. این در فصل اول انجیل برناباست. او باعث است که به سبب او می نگارم آن حقی را که دیده ام و شنیده ام. در سفر اعمال رسولان در باب 15 چی میگه؟ میگه از هم جدا شدن و نوعی تنش در میان اینها به وجود آمده. تنشی که مخالفت هایی که به هر حال پولس با برنابا میکرده به وجود آمده. آدم نمک نشناسی بوده. میدانین که پولس برنابا او را دستش را میگیره، میبره او را در جمع دعوتگران داخل میکنه، پادرمیانی میکنه، ولی ببینین با او چی کار میکنه. این اینجا شکایت میکنه از اون. میگه که به سبب اون می نگارم آن حقی را که دیده ام. یعنی چون گمراهی هایی که این به وجود آورده، برنابا به وجود آورده، من این کتاب را می نویسم در اثنای معاشرت خودم با یسوع، تا این که خلاص شوید و گمراه نکند شما را شیطان که هلاک شوید در جزای خدا. حالا کمی الفاظ این کتاب شاید برای برخی از دوستان ثقیل باشه. این دو ترجمه داره در حقیقت. این ترجمه‌ای که من گرفتم، این ترجمه‌ای که سردار کابلی حالا معروفه، دو ترجمه فارسی که شده، این ترجمه سردار کابلی است. یک ترجمه دیگه هم شده، حالا به هر حال کمی شاید ثقیل باشه، کوشش میکنم که توضیح بدم برای دوستان. به هر صورت اینجا این اختلافی که در میان برنابا و در میان پولس هست به آن اشاره میکنه، یعنی برنابا با آن اشاره میکنه. حالا وارد میشین در انجیل برنابا. ببینین که در انجیل برنابا در حقیقت چی هست، یعنی مسائلی که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته، مسائل کلی. از فصل اول شروع میکنه. اولا باید بگم که بزرگترین انجیل از اناجیلی که وجود داره، به خصوص در میان اناجیل چهارگانه مشهور و معروفی که امروز وجود داره، انجیل برناباست. یعنی در میان اناجیل چهارگانه حتی میتوانم بگم که انجیل برنابا شاید چندین برابر، 2-3 برابر هر 4 انجیل چهارگانه باشه. خیلی بزرگه. دارای 222 فصل هست یا 222 فصل هست. خیلی بزرگه. این انجیل برنابا همچنان که خودش ادعا میکنه، حالا این 222 فصل یا 222 فصلی که داره، از فصل اول تا فصل 9 در مورد ولادت عیسی و کودکی عیسی مسیح صحبت میکنه و همچنین از فصل 10 شروع میکنه تا فصل 47 در مورد دریافت انجیل از خداوند و آغاز رسالت او صحبت میکنه و همچنین نشان دادن معجزاتی که عیسی مسیح علیه السلام داشته. از فصل 48 تا 98 پیرامون این موضوعات بیشتر، یعنی مسائل مهمش را به خدمتتان عرض میکنم. این که عیسی مسیح میگه من پسر خدا نیستم انکار میکنه و این که با آمدن پیامبر آخر الزمان که نام هم میگیره، محمد، میگه محمد صلی الله علیه و سلم را نام میگیره، بشارت میده. این در فصلهای 48 تا 98 به این مسائل میپردازه. از فصل 99 تا 126 برخی از سفرهای عیسی مسیح و بیرون شدن او از شهری که در آنجا بوده و رفتن به سوی دمشق صحبت میکنه و بعد از این که از اونجا خارج میشه و سفرهای دیگری که داره، بعد از این که از اون میخوان که تو بیا پادشاه ما بشو، نمیفهم از این قبیل حرفا. از فصل 99 تا 126 در این مورد صحبت میکنه. از فصل 127 تا 153 پیرامون این صحبت میکنه مسائل اخلاقی و عبادی که عیسی مسیح شاگردان خود را تشویق میکنه به نماز و دعا و اخلاقیات و برای اونها اخلاقیات را یاد میده. و از فصل 154 تا 191 عیسی مسیح در مورد گناه صحبت میکنه، در مورد ماهیت گناه صحبت میکنه، در مورد بهشت صحبت میکنه، دوزخ صحبت میکنه
و در مورد تقدیر ازلی صحبت میکنه و شاگردان خود را تعلیم میده و از فصل 192 تا 222 یا 222 در مورد زنده نمودن علی عازر صحبت میکنه که او را زنده میکنه و بعد میخوان که یهودی‌ها او را سنگسار بکنن و ناپدید میشه و همچنین در مورد خیانت یهودا صحبت میکنه. یکی از شاگردانش هست یهودای اسخریوطی که قبلا هم در موردش صحبت کردیم و این که صحبت میکنه از این که عیسی مسیح به آسمان ها بالا رفت و این که عیسی مسیح دوباره به مادرش و همچنین به یاران خودش نشان میده و همچنین این که برنابا را مکلف میکنه که تو انجیل را بنویس و سرنوشت من را بنویس. در حقیقت این خلاصی بود و خلاصه‌ای بود بسیار کوتاه و فشرده از انجیل برنابا که پیرامون این مسائل فصولش بحث میکنه و صحبت میکنه. اما این خواسته باشیم اگر گوشه از تاریخ این بگین، اگرچه تاریخش مثل تاریخ دیگر کتب اناجیل چهارگانه در حقیقت خالی از اشکال نیست و من در اول صحبتم هم گفتم که برخی از مسلمان‌ها به خودشان فشار می آورند که ثابت بکنند که این انجیل واقعی است. درسته برخی از اخبار واقعی در آن هست، ولی نمی توانیم به صورت مستقیم ما بگیم این انجیل واقعی است، چون اولا سند درستی نداره، ثانیاً با قرآن در تضاده، با اسلام در تضاده و از جهت دیگر مسیحی هایی که درست این کتاب را حتی نخواندن چی میگن؟ میگن این نوشته مسلمان هاست. در حالی که این اختلاف زیاد داره با قرآن مسلمان ها. درسته در مسائل حالا موافقت های داره، ولی با عقاید مسلمان ها در تضاد در خیلی از مسائل خود. به هر صورت برنابا در این کتاب خود ادعا میکنه که عیسی مسیح به او گفته که این کتاب را بنویس، سرنوشت من را بنویس. اینجا دوستان عزیز و بزرگوارم، بنده انجیل برنابا را دارم به نزدم. اینجا اگر دقت بکنید دوستان عزیز و بزرگوار، اگر نشان بدن، بله این فصل 221 هست، یعنی 221. عیسی مسیح میگه که اینجا شروع میکنه، یعنی یک فصل قبل از اخیر، یعنی یک فصل میمانه که تمام بشه. میگه یسوع به نگارنده روی کرده فرمود، یعنی روی به یسوع یعنی عیسی مسیح رو کرد به کی؟ به برنابا. گفت ای برنابا، بر توست که انجیل مرا حتما بنویسی و آنچی را که درباره من اتفاق افتاده در مدت بودن من در جهان نیز بنویسی، آنچی را که بر سر یهودا آمد تا مؤمن فریب نخورد. البته این نکته را به خدمتتان عرض بکنم، این حرفها بعد از این گفته میشه که این کتاب ادعا میکنه که عیسی مسیح بعد از این که یهودای اسخریوطی برایش خیانت کرد، وقتی که افراد داخل شدن با یهودای اسخریوطی داخل خانه که عیسی مسیح را دستگیر کنند، فرشتگان فرستاده شدند و عیسی مسیح را بردن به آسمان ها. یهودای اسخریوطی به شکل عیسی مسیح در آمد و آن را اعدام کردند یا او را به صلیب کشیدند، که در حقیقت این موافق با قرآن ما هم هست. قرآن ما هم همین را میگه. حالا بعد از آن دوباره عیسی مسیح زنده میشه و این حرفا را میزنه، یعنی این ببخشید عیسی مسیح دوباره از آسمان میآیه و این حرفا را میزنه و دوباره پس برمیگرده. دقت کنید اینجا، به خاطر این گفتم که اینجا میگه نیز بنویسی آنچه را که بر سر یهودا آمد، تا کسی نگه که خب این یهودا حق داستانش قبل بوده، چرا این عیسی مسیح چی میگه؟ تا مؤمن فریب نخوند و هر کسی تصدیق نماید حق را. آنگاه نگارنده گفت ای معلم، ان شاء الله من خواهم نوشت. یعنی برنابا برای عیسی مسیح میگه من این کتاب را خواهم نوشت و داستان زندگی تو را خواهم نوشت و آنچه که برای تو آمده آن را خواهم نوشت. این در مورد در حقیقت حرف برنابا هست که در حقیقت چی میگه؟ میگه که بله عیسی مسیح برای من گفته که این کتاب را بنویس و من به دستور عیسی مسیح این کتاب را نوشتم. این انجیل در حقیقت در 3 نوبت تحریم شده، آنچه که یعنی برخی از تاریخ نویسان میگن. حالا خیلی ها هم قابل اعتبار نیست، ما همچنان که گفتیم در مورد هیچ کدام از اینها قابل اعتبار نیست، تا کسی نیابه بله دیگران خوب قابل اعتبارن، نه خوب قابل اعتبارن، بفرمایید بیایید تاریخ دقیقش را برای ما بگید تا ما هم بفهمیم. هر کدام از اینها خالی از اشکال نیست دوستان عزیز و بزرگوارم، نه انجیل متی، نه انجیل مرقس، نه انجیل لوقا، نه انجیل یوحنا، نه برنابا و نه هیچ کدام از اینها.
هر کدام از اینها این مشکلات خود را داره. در اینجا در سال 364 میلادی در شورای لادوکیه برای اولین بار از این کتاب نام گرفته میشه و در سال 382 میلادی یعنی در قرن چهارم میلادی در قانوننامه کلیساهای غربی از این کتاب نام گرفته میشه، آنچه که برخی از تاریخ نویسان میگن. و بیشتر آنچه که مورد اعتماد هست، اگرچه جهان کلیسا این را به هر حال انکار میکنه، حالا انکارش چی دلیلی داره نمیدانیم، در سال 492 میلادی یعنی تقریباً 100 سال، تقریباً یعنی کمتر از 100 سال قبل از ولادت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم که در اواخر قرن پنجم میشه، به توسط پاپ جلاسیوس اول این کتاب در حقیقت در فهرستی که از کتب ممنوعه اناجیل نوشته میگن که این کتاب هم در او درج شده. اگرچه جهان کلیسا حرف دیگر نه، میگه این منظورش همان انجیل لوقاست و نمیدانم فلان است و این و آن. این کتاب از نظر واتیکان و از منظر واتیکان در حقیقت در ردیف کتب ممنوعه قرار میگیره و میگه که این کتاب نباید خوانده بشه. و جالبه که تا قرن 16 از آن دیگه خبری نمیشه. تا قرن 16 از این کتاب بعد از ممنوعیتش خبری نمیشه، تا اینکه این کتاب دوباره در ایتالیا برای اولین مرحله و یا در برخی از کشورهای دیگه، در کشورهای اروپایی بیشتر ظهور میکنه و باز دوباره چاپ میشه و دوباره منتشر میشه و دوباره به زبانهای مختلف. اگرچه زبان این کتاب آنچه که در این اواخر کشف شد زبان آرامی است، زبان سیریانی نیست. و زبان آرامی آنچه که ادعا میشه، میگن مشهورترین حرفی که در مورد زبانی که عیسی مسیح با آن صحبت میکرد لغت آرامی بوده. لغت آرامی بوده که عیسی مسیح با آن صحبت میکرده. لذا این کتاب به لغتی کشف شد در این اواخر، به خصوص در سال 2000 میلادی. در ترکیه این کتاب در حقیقت دوباره در شهر آنکارای ترکیه که فعلا هم در موزیم گذاشته، در موزیم مردم نگاری در اونجا هست موجوده. بعد از این که آنچه گفته میشه، یعنی خبرگزاری های دقیقی که در تلویزیون های ترکیه این حرف را پخش کردن و حتی تصاویری هم از این کتاب پخش شد، کتاب انجیل برنابا، که میگن به 1500 سال قبل برمیگرده. یعنی دقیقاً همون تاریخی که ما گفتیم، 492 میلادی. سال 2000 که بگیرین 500 سال بکنین چی میشه؟ 1500 سال را از آن در حقیقت کم بکنیم میشه همان 492. میشه همان 492 که ما گفتیم، که جلاسیوس اول گفتیم که در حقیقت آن را در ردیف کتاب‌های ممنوعه قرار داد که دیگه این کتاب خوانده نشه و غایب بشه. در سال 2000 این کتاب کشف میشه در آنکارای ترکیه و بعد از آن تقریبا 2-3 سال پیش این کتاب در معرض قرار داده شد. وقتی که واتیکان و کلیسا به خصوص یعنی کاتولیک ها، حالا بزرگشان که در واتیکان هستند و پاپ بزرگی که در واتیکان هست، وقتی باخبر شد از این، یک شوکه شدن اینها که چی حرف شد این کتاب. اول خب خوشحال شدن که بله شما مسلمان ها میگید که ما انجیل نداریم، انجیل ما سندی نداره، 1500 سال سابقه داره. شما باز هم میگید که انجیل ما سند نداره و انجیل ما سابقه ای نداره یا مخطوطی یا نوشته شده ای از آن وجود نداره. خب بعد از این که از آنچه که در این کتاب نوشته شده دیده شد، واتیکان و کلیساها یک بارگی یک شوکه شدن که چیکار بکنیم، این مشکل را چگونه جمع بکنیم. و متاسفانه امروز هم با شدت و غلظت بر علیه این انجیل تبلیغات میشه از طریق شبکه‌های فارسی، عربی و به همین ترتیب زبان‌های مختلفی که اینها دارن. بعد از آن که از موضوعاتی که در این کتاب نوشته شده
و در این کتاب جمع شده، در حقیقت اینها اطلاع پیدا کردن. اگرچه تلاش کردن برای مرحله اول که این کتاب نوشته بشه مقدمه 70 صفحه‌ای بر این کتاب گذاشتن، یعنی در قرن 17 و 18 و اینها، بعد از اینکه کتاب در برخی از کشورهای اروپایی چاپ شد و نوشته شد، برخی از این مسیحی ها آمدن که بله این کتاب تاریخ درستی نداره و این کتاب نمیدانم تناقض داره و این کتاب نمیدانم با مشکلاتی داره که حتی معلومات جغرافیایی و تاریخی اون اشکال داره و مقدمه 70 صفحه‌ای بر آن گذاشتن تا اینکه این کتاب را به شکل از اشکال از صفحه اناجیل معتبر آن را رد بکنن. اما بعد از اینکه در 2-3 سال پیش، یعنی در 2012 یا 2013 این کتاب یک بارگی ظهور کرد، یعنی کشفش در 2000 شده، در کشور ترکیه این کتاب انجیل برنابا با زبان آرامی، و حتی اگر شما در اینترنت عزیزانی که دسترسی دارن بنویسن، حتی برخی از پارچه های این کتاب و برخی از تصاویری از این کتاب پخش شده در فضای اینترنت، مشهور و معروفه. و در حقیقت این کتاب به 1500 سال قبل باز میگرده. خب معلوماتی که در انجیل برناباست در او هم هست، همان معلومات، همان انجیل برناباست. خب اینها تلاش کردن که نه، برای اولین بار گفتن این کتاب در قرون وسطا، حتی اگر عزیزان یعنی برخی از این حرفای اینها را بشنون در شبکه هایشان، همین حرف را میزنن، میگن در قرون وسطا توسط یک عالم مسلمان نوشته شده. خب بعد از اینکه این کتاب آمد، تاریخ دقیقش که بعد 1500 سال پیش این کتاب وجود داشته، قبل از اینکه اسلام بیایه، قبل از اینکه پیامبر اسلام حتی به دنیا بیاین و چندین سال، یعنی 100 و اند سال بعد از آن رسول الله علیه السلام به پیامبری مبعوث میشن، اینها را یک بار شوکه کرد که چیکار بکنین، با این چگونه مبارزه بکنین، و تمام توانشان را فعلا دارن و بر علیه این کتاب مبارزه میکنن. اگرچه ما گفتیم که این کتاب باز هم میگم، تکرار میکنم، سند درستی از نزد ما مسلمان ها نداره، اما ما با منطق خودشان داریم حرف میزنیم. به هر صورت این در حقیقت خلاصه بود از این کتاب، خلاصه ای از این کتاب بود که به خدمت شما عزیزان تاریخچه اش را عرض کردم. اجازه بدید که یک میان برنامه ببینیم، بعدا ان شاء الله برخی از مطالب دیگری هست پیرامون این کتاب که باید به خدمت شما عزیزان ارائه بشه. أيقاس العمر بأيام أم أعوام؟ فتأملت جلست أفكر فيما يذكر حين يقال رحم الله فلان كان وكان وكان، لن تذكر إلا الأعمال. وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هنا أعمالنا، وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هنا آثارنا. لن أنتظر الفرصة حتى ترأف بي، بل أصنعها بالإصرار الملتهب. لن أقضي وقتي باللوم وبالعتاب، فكثير مروا وقليل ممن ذكروا حين يقال رحم الله فلان كان وكان وكان، لن تذكر إلا الأعمال. أعمالنا وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هنا أعمالنا.
أسماؤنا نمضي وتبقى هنا آثارنا. ما أجمل أن تحيا عمرا غال وثمين، بعطائك تسمو أيامك تزداد سنين. لا تسل الأيام متى أبدأ بالتغيير، الآن فخير الوقت الآن يحين. بادر واستبق الخير ستسعد ذاك يقين. وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا أعمالنا. وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا آثارنا. لن أنتظر الفرصة حتى ترأف بي، بل أصنعها بالإصرار الملتهب. با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. بله، پیرامون انجیل برنابا صحبت می کردیم و تاریخچه‌اش را به خدمت شما عزیزان به صورت کوتاه و فشرده عرض کردم. بینندگان عزیز و گرامی، حالا سوال اینجا پیش می آید که چرا کلیسا این انجیل را انکار میکنه؟ با وجودی که این انجیل با اناجیل دیگر کدام اختلافی از نظر سندی ندارد. اگر یعنی آنچه که گفته میشه، مثلا ما حول این کتاب گفته میشه که برخی از مقالاتی که بنده از برخی از کشش ها خواندم چی میگویند؟ دلیلشان بر این است که میگن ما این کتاب را رد میکنیم به سبب این که این کتاب تناقضات داره. بله بینندگان عزیز، شما خب میدانید که تناقضات یعنی چی، به خصوص کسانی که با ما همراه بودن. وقتی ما اناجیل چهارگانه را مورد بررسی قرار دادیم، دنیایی از تناقضات در آن بود. فقط یکی از علمای اسلامی، شیخ رحمت الله هندی، در کتاب اظهار الحق 79 تناقض فقط در عهد جدید را مورد بررسی قرار میده. ما فقط توانستیم که در سه برنامه 18 تا از تناقضات این کتاب را به خدمت شما عزیزان عرض بکنیم. یعنی کتاب اناجیل چهارگانه را میگم، نه انجیل برنابا. یکی از ادعاهای اینها و یکی از در حقیقت حرفای اینها که برای رد انجیل برنابا میگن این است که میگن این کتاب تناقضات داره. خب اگر تناقضات اونها هم تناقضات داره. میگن که اشکالات تاریخی داره. خب این کتاب دیگر هم اشکالات تاریخی داره. میگن که حتی از نظر جغرافی شناسی اشکال داره. خب این هم معلومات غلط داره. اناجیل چهارگانه هم معلومات غلطی در آن نهفته. پس سبب چیست؟ از نظر سندی خب شما حرفی برای گفتن ندارید، چون تک تک از اناجیل شما را مورد بررسی قرار دادیم. باز هم این تحدی و چالش ما هست که شما بیایید یک سند درستی از اینها برای ما ارائه بدید. بگید که انجیل متی سندش اینه و به متی میرسه، نه به عیسی مسیح، به متی میرسه. و بگید شرح حال متی را هم بگید که این متی در کدام سال فوت کرد، در کدام سال این کتاب را نوشت، این متی چگونه آدمی بود. شرح حالش را برای ما از مستندات معتبر نصرانیت نقل بکنید.
نه که یک کسی آمده باشه یک چیزی نوشته باشه. و همچنین در مورد مرقس و همچنین در مورد لوقا و همچنین در مورد یوحنا. تنها این مشکل در برنابا نیست، اما علت اصلی جای دیگر است. چرا کلیسا رد میکنه؟ به خاطر اینکه برخی از معلوماتی در این کتاب وجود داره که با اصل دین نصرانیت در تضاده. یعنی اگر نصرانیت این کتاب را به رسمیت بشناسه، همه نصرانی ها باید مسلمان بشن، همه نصرانی ها باید نصرانیت را ترک بکنن. به این واسطه کلیسا میترسه، به این واسطه بهانه میاره که بله تناقضات داره، بله اختلافات داره، بله فلان است و فلان است و فلان. خب اگر چنین باشه در مورد این کتاب مقدس شما اصلا از اول تا آخرش این اشکالات وجود داره. اشکال در جای دیگریه، از جمله این که معلوماتی که در این کتاب هست که مخالف با کتاب مقدسه و مخالف با عقیده نصرانیت اینه که این کتاب عیسی مسیح را فرزند خدا نمیدانه و عیسی مسیح را خدای از خداهای سگانه نمیدانه یا اقنومی از اقانیم سگانه نمیدانه، بلکه عیسی مسیح را فرزند مریم علیه السلام میدانه و او را معجزه‌ای میدانه از جانب پروردگار، مثل که قرآن عظیم الشأن عیسی مسیح را همچنان تعریف کرده. عیسی مسیح را فرزند خدا نمیگه قرآن، بلکه میگه عیسی مسیح بنده ای از بندگان خدا و فرستاده ای از فرستادگان خداست. حالا ببینید در انجیل برنابا چی میگه. در انجیل برنابا فصل اول، دوستان عزیز اگر اینجا رو نشان بدن، این انجیل برناباست. بله این انجیل برناباست. فصل اول، این فصل اول میگه که پس، یعنی آیت 6 میگه پس جواب داد فرشته: ای مریم، به درستی که خدایی که آفرید آدم را از غیر انسان، هر آینه قادر است بر این که بیافریند در تو انسانی را از غیر انسان. یعنی وقتی مریم علیه السلام اون فرشته میاد که تو صاحب پسر میشی، صاحب فرزند میشی، مریم علیه السلام کمی متحیر میشه که من خب ازدواج نکردم، مردی مرا با من همبستری نکرده، چگونه امکان داره که من صاحب فرزند بشم؟ برایش میگه آدم علیه السلام، آدم میگه بدون کسی پیدا شد. دقیقاً آنچه که در قرآن آمده ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب الی آخر. اینجا هم همین حرف را میزنه و عیسی مسیح را انسان میدانه. عیسی مسیح میگه انسانی از تو به وجود میآیه بدون اینکه انسان دیگری که مرد باشه با تو هم بستری کرده باشه، زیرا هیچ محال نیست نزد او. یعنی هیچ محالی در نزد پروردگار وجود نداره، در نزد خدا هیچ محالی وجود نداره که محال باشه. خب این معلومه اگر در کتاب اناجیل چهارگانه، اگر بعدا انشاءالله وقتی ما پیرامون تثلیث صحبت بکنیم انشاءالله از اناجیل چهارگانه هم تقریبا برخی از اشارات شبیه این خواهیم دید. البته این خیلی صریحه، انشاءالله خواهیم آورد و برایتان نشان خواهیم داد. خب قرآن کریم هم همین را میگه. قرآن کریم هم خیلی واضح و آشکار الله سبحانه و تعالی در چندین جا عیسی ابن مریم میگه و عیسی مسیح را رسول الله میگه، عیسی مسیح را بنده الله میگه و از این قبیل حرفا. انجیل برنابا میگه که عیسی مسیح در حقیقت عیسی مسیح علیه السلام به صلیب کشیده نشده، بلکه آن که به صلیب کشیده شده در حقیقت همان یهودای اسخریوطی بوده. در فصل 215 یا 215 همین کتاب یعنی انجیل برنابا میگه همین که لشکریان با یهودا نزدیک شدن با آن محلی که یسوع در آنجا بود، یسوع شنید نزدیک شدن جماعت بسیاری را. آیت 2: پس از این رو با احتیاط در خانه داخل شد. بعد میگه که آن 11 تن در خواب بودن، یعنی شاگردان عیسی مسیح. پس همین که خدای بر بنده خود خطر دید، یعنی خدای آسمان ها بر بنده خود یعنی عیسی مسیح خطر دید، جبرائیل و میخائیل و ریفائیل و اوریل سفیران خیش را امر فرموده که یسوع را از جهان برگیرند. 5: پس آن فرشتگان پاک آمدند و یسوع را از روزنه‌ای که مشرف بر جنوب بود برگرفتند. 6: پس او را برداشتند و در آسمان سوم در صحبت فرشتگانی که تا ابد خدای را تسبیح میگویند میکنند گذاشتند.
فصل 216 هم میگه که یهودا به سرعت و هراسان داخل غرفه شد که در آن یسوع بالا برده شده بود، یعنی رفته بود به آسمان ها. شاگردان همگی در خواب بودند. پس خدای عجیب کار عجیبی کرد. 4 آنگاه یهودا در گفتار و رخسار تغییر پیدا کرد و شبیه به یسوع شد، حتی این که ما اعتقاد نمودیم که او یسوع است. حالا حرف اینجاست دوستان عزیز و بزرگوارم. بعداً میگه که عیسی مسیح به آسمان ها، در اینجا گفت که عیسی مسیح به آسمان ها برده شد توسط فرشتگان پاک و یهودا شبیه او در آمد، که قرآن کریم هم این را میگه و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم. عیسی مسیح را نکشتن و نه هم او را قتل کردن، ولکن شبه لهم، بلکه این برایشان در حقیقت شبیه کسی دیگر شد و به اونها امر پیش آمد که امر خارجی به وجود آمد که اونها فکر کردن در حقیقت و گمان کردن که این عیسی مسیح است. خب این حرف با عقاید عیسی، با عقاید کلیسای امروزی سازگار نیست. اینها صلیب ساختن، صلیب را عبادت میکنن. چگونه این کتاب را قبول میکنن که صلیب آنها را از بین میبره؟ اصلا این کتاب میگه عیسی مسیح به صلیب کشیده نشده. چگونه امکان داره؟ خب اینها که این صلیب ها را چیکار بکنن؟ چگونه این صلیب ها را برای مردم بفروشند و مردم را با این صلیب فریب بدن؟ به هر صورت، و همچنین این کتاب در مورد پیامبر آخرالزمان حرف میزنه، محمد صلی الله علیه و سلم. اینجا دوستان عزیز و بزرگوارم اگر دقت کنید، باز هم انجیل برناباست، فصل 97 اینجا میایه میگه پس آن وقت کاهن گفت به چی نامیده میشود مسیحا و کدام است آن علامتی که آمدن او را اعلام می نماید؟ عیسی مسیح می آید اعلان میکنه و میگه که پیامبر می آید، مسیحا می آید. 15 یسوع در جواب فرمود نام مسیحا عجیب است، زیرا خدای خود وقتی که روان او را آفرید و در ملکوت اعلی او را گذاشت، خود او را نام نهاد، یعنی خدا الله او را نام نهاد. خدای فرمود صبر کن ای محمد، زیرا برای تو میخواهم خلق کنم بهشت و جهان و بسیاری از خلائق را که میبخشم آنها را به تو، تا حدی که هر کس تو را مبارک میشمارد. بله، و هر کس با تو خصومت کند، بله، هر کس تو را مبارک میشمارد مبارک میشود و هر کس با تو خصومت کند ملعون میشود. آیت 17 وقتی که تو را به سوی زمین میفرستم پیغمبر خود قرار میدهم، تو را به جهت خلاصی و کلمه تو صادق می شود تا جایی که آسمان و زمین ضعیف می شود، لیکن دین تو هرگز ضعیف نمی شود. یعنی خدا ایر برای محمد صلی الله علیه وسلم میگه. 18 همان نام مبارک او محمد است. بعد وقتی که عیسی مسیح این حرفا رو میزنه چی میگه؟ آن وقت جمهور مردم، یعنی همه مردم و غالب مردم، صداهای خود را بلند نموده و گفتند ای خدای بفرست برای ما پیغمبر خود را، ای محمد بیا زود برای رهایی جهان. خب این را چگونه کلیسا قبول میکنه؟ مگر امکان داره همچون چیزی را کلیسا قبول کنه؟ این در فصل 97 انجیل برناباست. و همچنین همین انجیل در همین فصل میگه که محمد صلی الله علیه و سلم آخرین پیغمبران است. اگر اینجا را دقت کنید دوستان عزیز، فصل 97 باز آیه 7 همینجا کاهن گفت آیا پیغمبران دیگر بعد از آمدن پیغمبر خدای خواهند آمد؟ 8 پس یسوع در جواب فرمود بعد از او پیغمبران راستگویی که از جانب خدای فرستاده شده باشند نخواهند آمد. 9 لیکن جمع بسیاری از پیغمبران دروغگوی خواهند آمد و همین است که مرا محزون می سازد و محزون می دارد. دوستان عزیز و بزرگوار، چگونه امکان داره که همچون چیزی را کلیسا برای جهان مسیحیت و برای جهان نصرانیت بگه؟ شبیه این در قرآن کریم هم آمده. در سوره صف آیه 6 الله میگه و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدق لما بین یدی من التوراة و مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد. عیسی مسیح بشارت میده که پیامبر بعد از من میآید که نامش عیسی مسیح است، نامش احمد است، نامش احمد است. حالا دوستان عزیز و بزرگوارم، علت این که کلیسا انکار میکنه، اگرچه این 3 موردی را که به خدمتتان عرض کردم از مسائل مهم است، اگرچه مسائل دیگری هم داره که تضادها و تناقضات زیادی با اناجیل 4گانه‌ای که اینها به عنوان کتاب‌های رسمی به رسمیت شناخته‌اند وجود داره، اما اینها تهمت میزنن، میگن این کتاب
توسط مسلمان ها نوشته شده که من گفتم حتی در این اواخر در 3-4 سال پیش که در حقیقت انجیل برنابا اصلش یا یکی از نوشته های اصلیش که در حقیقت کشف شد و ظاهر شد در آنکارای ترکیه که میگن سابقه 1500 ساله داره، یعنی قبل از این که اسلام حتی نامی از اسلام باشه 100 و اند سال قبل از این که اسلام ظهور بکنه این کتاب وجود داشته و همین معلوماتی که من به خدمتتان خواندم در این نسخه که سابقه 1500 ساله داره وجود داره. اما این که میگن این با یک مسلمان نوشته، خب این یک دروغه، بدون شک یک دروغ. مسلمان ننوشته این کتاب را و ما گفتیم که ما به این کتاب ایمان و باور نداریم. این معلوماتی که ما خواندیم با این موافقیم، چون با قرآن ما موافقت داره، با آن خبری که قرآن ما داده با آن موافقت داره. اما این که به صورت کلی خواسته باشیم این را قبول بکنیم، نه. و هیچ جایی هم نمیگین که این انجیل واقعی است و نمیگین که از دستبرد مورد دستبرد قرار نگرفته، نمیگیم تحریف نشده. ولی این معلوماتی که به خدمتتان عرض کردم، برخی از این معلومات را، این که عیسی مسیح به صلیب کشیده نشده، این که عیسی مسیح کشته نشده، این که عیسی مسیح فرزند خدا نیست، این که عیسی مسیح خدا نیست، این که عیسی مسیح بشارت داده با آمدن محمد صلی الله علیه و سلم و حتی نام گرفته، این با قرآن ما کاملا توافق داره و موافق هست. اما این که این را مسلمان نوشته باشه، نخیر، چون این نیست. به خاطر این که گفتیم اولا سابقه 1500 ساله‌ای که حالا در این اواخر این کتاب ظهور کرد و کشف شد و بعد از آن این کتاب مخالفت‌های با قرآن ما داره. قرآن ما میگه آسمان 7 است ولی این کتاب میگه 9 تاست. چگونه ما این را قبول بکنیم که این در حقیقت نویسندش یک مسلمان باشه؟ و این شما به عنوان مثال ببینید در اینجا در فصل 178 اینجا چی میگه؟ اینجا میگه که فصل 178 آیه 6 میگه راستی به شما میگویم که تعداد آسمان ها 9 آسمان است که نهاده شده و در میان آنها سیاره هایی که هر یک از آنها به اندازه سفر 500 ساله از دیگر دور است. خب قرآن کریم 7 سماوات زیاد میگه، فسواهن 7 سماوات طباقا و از این شبیه آیات در قرآن کریم زیاده که الله سبحانه و تعالی میگه که آسمان ها 7 تاست نه 9 تا. ولی این معلومه ای که در این کتاب آمده موافقت با قرآن من نداره. اگر یک مسلمان مینوشت میگفت 9 تاست، خب این را هم مینوشت که 9 تاست، 7 تا آسمان است، میگفت 7 است. و همچنین در مورد فرشتگان این کتاب چی میگه؟ میگه فرشتگان گناه میکنن، در حالی که ما میگیم نه، گناه نمیکنن فرشتگان. مثلا در فصل 66 این کتاب اینجا به خدمتتان نشان بدم، فصل 66 این کتاب یعنی انجیل برنابا، در آیه سوم این بخش در حقیقت چی میگه؟ و به درستی که فرشتگان نیز از گناه منزه نیستند در پیش خدای. یعنی فرشتگان گناه میکنن، در حالی که در قرآن کریم در قرآن ما میگه لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. در سوره مبارکه تحریم الله سبحانه و تعالی میگه اینها معصیت الله را نمیکنن فرشتگان. ولی این در فصل 66 این کتاب یعنی انجیل برنابا میگه که فرشتگان نعوذ بالله گناه میکنن و ما این را قبول نداریم، موافق نیست با قرآن کریم ما. اگر خواسته باشیم پیرامون تناقضات این کتاب با قرآن کریم هم صحبت بکنیم زیاد هست. من به این واسطه این نکات را به خدمتتان دوستان عزیز عرض میکنم که کسانی که ادعا میکنن این کتاب نوشته مسلمان هاست، یک ادعاست، یک دروغه، به خاطر اینکه خودشان میخوان خودشان را تبرئه بکنن و دور بشن و فرار بکنن از حقیقت. و همچنین این کتاب میگه که در دوزخ نمیگه که فرشتگانن، یعنی خزانها یا در حقیقت آن کسانی که در داخل جهنمن فرشتگان نیستن، بلکه میگه شیاطین هستن که مردم را عذاب میدن. شیاطین هستن که میگه مردم را عذاب میدن. خب این هم مخالف با قرآن کریم هست. مثلا در اینجا میایه، بله، در فصل 60 این کتاب میایه اینجا میگه که در آیه 15 میگه که زیرا رنجهای جهانی بر دست انسان میآید، اما آن دیگری پس به دست شیاطینی است که هیچ شفقت ندارند مطلقاً. اینجا حرف از دوزخه، یعنی اینها در دوزخ هستند و مردم را
عذاب میدن بدون اینکه شفقت داشته باشن، در حالی که در قرآن کریم ما الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه مدثر مثلا میگه آیه 31 و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه، میگه که خزدانها و خزائن، کسایی که خزانه های جهنم هستن اونها فرشتگانن، ملائکه هستن، نه تنها در این آیه بلکه در آیات زیاده. لذا این مخالفت های با قرآن کریم داره. این حرف کاملا بی منطقی است و حرفی است که حرف علمی نیست که ما بگیم در حقیقت این کتاب نوشته مسلمان هاست یا مسلمان ها این کتاب را نوشتن و عالم اسلامی این کتاب را نوشته. حالا و قبول هم نمی کنیم که این کتاب بگیم انجیل واقعی است. بله معلوماتی داره که قابل قبول هست، ولی معلوماتی داره که قابل رد است. لذا ما به عنوان یک مسلمان دیدگاه ما در مورد این کتاب این است. و اما اینکه کلیسا چرا رد میکنه هیچ دلیلی برای رد کردن نداره، چون اگر از نظر سندی باشه اناجیل دیگر هم مثل این مصیبت را دارن. اگر از نظر این باشه که تناقضات وجود داره، اناجیل دیگر هم تناقضات داره. اگر از نظر این بگه که اختلافات تاریخی داره، بله اختلافات تاریخی در دیگرها هم هست. اگر بگه از نظر جغرافیایی مشکلات داره، یعنی معلوماتش درست نیست و نادرست است، در این اناجیل چهارگانه هم این نادرستی ها وجود داره و اطلاعات غلط در این کتاب هم وجود داره. لذا دوستان عزیز و بزرگوارم هیچ دلیلی برای این که کلیسا این را رد بکنه نداره، راهی نداره جز این که یا این 4 تا را هم قبول نکنه یا این را هم، اگر این را قبول نمیکنه اون 4 تا را هم قبول نکنه، اگر اون 4 تا را قبول میکنه این را هم قبول بکنه، چون به همان منطقی که اینها اون 4 کتاب را قبول کردن به همان منطق باید این کتاب را قبول بکنن. به هر صورت اجازه بدید دوستان عزیز و بزرگوارم میان برنامه را ببینیم، بعد از آن ان شاء الله در خدمت شما خواهیم بود و تماس ها باز خواهد شد. عزیزان میتونن که مشارکت داشته باشند. آمنت أنك عبده ورسوله من ضمن أهل العزم نور الفرقد ما كنت ابن الله جل جلاله سبحانه لا والد لم يولد أبدا ولست بثالث لثلاثة الله فرد ليس بالمتعدد عيسى ابن مريم يا حبيب محمد بشرت يا روح الإله بأحمد صلى عليك الله في عليائه يا ابن البتول خليل كل موحد صلى عليك الله في عليائه يا ابن البتول خليل كل موحد صلى عليك الله صلى عليك الله قد أوجب المختار حبك شرعة فينا وفي الإيمان لم نتردد يا كلمة الله التي ألقى بها عند البتول وبالنبوة فاشهدي آمنت أنك عبده ورسوله من ضمن أهل العزم نور الفرقد ما كنت ابن الله جل جلاله سبحانه لا والد لم يولد سبحانه لا والد لم يولد عيسى ابن مريم يا حبيب محمد بشرت يا روح الإله بأحمد
صلى عليك الله صلى عليك الله أبدا ولست بثالث لثلاثة الله فرد ليس بالمتعدد أتباع عيساها رفعنا قدره وبصدقه يدعو البرية سيدي هيا بأحمد آمنوا فهو الذي مدح المسيح بمصحف وبمسجد عيسى وأحمد مرسلان كلاهما في الذكر والإنجيل رغم الملحدين في الذكر والإنجيل رغم الملحدين فعلى البتول وابنها حلل الثناء وسلامنا من متهم أو منجد إيماننا لا يستوي إن نحن لم نؤمن بعيسى في اعتقاد أرشدي إيماننا لا يستوي إن نحن لم نؤمن بعيسى في اعتقاد أرشدي صلى عليك الله صلى عليك الله إيماننا لا يستوي إن نحن لم نؤمن بعيسى في اعتقاد أرشدي بشرت يا روح الإله بأحمدي صلى عليك الله في عليائه يا ابن البتول خليل كل موحدي صلى عليك الله في عليائه و عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق. بینندگان عزیز و گرامی، بحث ما پیرامون انجیل برنابا بود و مسائل صحبت کردیم و اینکه این انجیل واقعیت دارد یا ندارد و چرا اینکه کلیسا با این انجیل با تمام توان داره مبارزه میکنه. به خاطر معلوماتی که در این انجیل نهفته است که خلاف با کلیسا است و خلاف با آن معلوماتی است که کشش‌ها برای مردم ارائه دادن و ارائه میدن و خلاف آن چیزی است که حالا شورای کلیسایی در اوائل تصامیمی گرفته بودند و تصمیم‌های در این مورد برای مسیحیت و نصرانیت داشتند و دارند. حالا میماند
این که دوستان عزیز و بزرگوار می توانند مشارکت داشته باشند و شماره زیرنویس میشه و شد الحمدلله. دوستان عزیز می توانند با این شماره تماس بگیرن و اظهار نظر داشته باشند و اگر با آن چی ارائه شد حرفی داشته باشند ان شاء الله که در خدمت بینندگان عزیز و گرامی هستیم. و دوست دارم که پیرامون موضوع برنامه صحبت بشه و خارج از موضوع برنامه دوستان عزیز و بزرگوار حرفی نزنند تا وقت عزیزانی که میخواهند حرفی برای گفتن داشته باشند گرفته نشه و جزاکم الله خیرا. بله، یکی از مسائلی که ما گفتیم در انجیل برنابا وجود داره و نشان دادیم به خدمتتان موضوع بشارت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم می باشه و کلیسا نمیخواد که این مورد را مردم بفهمند و دوست هم نداره که کسی بفهمه این را. اجازه بدید که یک تماسی را بگیرین با هم بشنویم. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام برادر عزیزم، بفرمایید. یک سوال داریم اکا. بفرمایید، اگر سوالتان پیرامون موضوع برنامه هست در خدمتتان هستیم، بفرمایید. همین حال اینجا ما تماشا دارم این سوال حق همینجا گفته است که در قرآن کریم گفته است خداوند که 7 آسمانه که در انجیل اساسی چند آسمان میگن؟ در انجیل برنابا همچنان که نشان داده 9 آسمان میگه. نه انجیل برنامه، نه انجیل اساسی. انجیل اساسی وجود نداره دوست عزیزم، برادر عزیزم، انجیل اساسی وجود نداره، همه اینها دست خورده است. وجود نداره. بله. کدام سوال دیگری دارید؟ خب تشکر از شما برادر عزیز و بزرگوارم و خواهشم از دوستان عزیز اینه که وقتی تماس میگیرن کوشش بکنن که صدا را از طریق تلفن داشته باشن و تا اینکه صدا به تأخیر برایشان نرسه. و جالب بر این است که دوستان عزیز ان شاء الله ما یک برنامه خاص یا چندین برنامه در این مورد خواهیم داشت ان شاء الله اگر عمر برای ما باقی باشه، پیرامون بشارت آمدن نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم اشارتاً حتی در همین چهار انجیل هم وجود داره. این در همین کتاب مقدس امروزی هم برخی از اشاراتی وجود داره، صریح نیست بلکه اشاراتی وجود داره که اگرچه همین هم مورد دستبرد قرار گرفته، یعنی به زبان فارسی چیز دیگری ترجمه شده، به زبان عربی یک چیز دیگری است، به زبان اصلیش چیز دیگری است. به هر حال ان شاء الله در فرصتش ما به صورت مفصل در این مورد صحبت میکنیم و حتی برخی از بشارت هایی که در همین کتاب مقدس دست داشته امروزی هم وجود داره، بشارت های نسبت به آمدن پیامبر آخر الزمان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و برخی از اوصاف ایشان در این کتاب هست و وجود داره که ان شاء الله در فرصتی به آن اشاره خواهیم کرد و صحبت خواهیم نمود. و این دلیلی است بر این که دوستان عزیزم به خصوص کسانی که خودشان را نصرانی میگن مطالعه بکنن، این کتاب را هم مطالعه بکنن. چی میشه؟ همچنان که کتاب مقدس را حالا یا اناجیل چهارگانه را برخی ها کسانی که دانشپژوه هستند، کسانی که محقق خودشان را میدانند و اهل دانش میدانند مطالعه میکنن، این کتاب را هم یک بار مطالعه بکنن و از کشش های مسیحی بطلبند که وقتی شما این را نقد میکنید و نقدتان مثلا این است و 1 و 2 و 3 و 4، همین نقد بر کتابهای دیگه هم وارد است. چرا شما این را میپذیرید، آنها را میپذیرید و این را رد میکنید به خاطر معلوماتی که در این کتاب نهفته است؟ و حتی برخی از کشش‌ها و برخی از بزرگان کشش‌ها بعد از اینکه این کتاب کشف میشه استعفا میدند و متوجه میشن که واقعا اینها در یک وادی دیگری بودند و حقیقت چیز دیگری است. به هر صورت دوستان عزیز و بزرگوارم، و همچنین مورد دیگری که خیلی مهم است که در این کتاب مورد نیاز داره که یعنی مورد بررسی قرار بگیره، این است که عیسی مسیح نه خداست و نه هم فرزند خدا. و من برایتان برخی از فصول این کتاب را و فصل از این کتاب را به خصوص فصل اولش رو نشان دادم که با صراحت کامل میگه و با صراحت کامل اعلان میکنه که عیسی مسیح فرزند خدا نیست،
بلکه عیسی مسیح علیه السلام پیامبر خداست و فرزند مریم علیه السلام می باشه و همچنین بنده ای از بندگان الله است و بنده ای از بندگان خداست، نه اینکه نعوذ بالله خدا باشه. این معلوماتی است که در این کتاب هست، این معلوماتی است که در این کتاب وجود داره، این معلوماتی هست که در واقع در انجیل برنابا وجود داره. اما خب جای داره که یعنی کلیسا به خاطر دفاع از خود هم که شده این را انکار بکنه، به خاطر دفاع از خود هم که شده این را نپذیره و بگه که بله ما نمیپذیریم این را به خاطر این دلیل این دلیل این دلیل این دلیل، که اغلب این دلایل بر این 4 کتابشان هم برمیگرده و اصلا به صورت کلی به کتاب مقدس باز میگرده، نه به اناجیل 4گانه، بلکه به صورت کلی به کتاب مقدس که حاوی عهد قدیم و عهد جدید، تورات، انجیل و ملحقاتشان هست برمیگرده. لذا این رو نمیپذیرن، قبول نمیکنن که بگن عیسی مسیح فرزند خدا نیست. خب اینها از همین طریق برای خودشان درآمد دارن، از همین طریق مردم را گمراه کردن و گمراه میکنن. چی جواب بدن برای اون جوان مسیحی که، برای اون مرد مسیحی و دختر مسیحی که و زن مسیحی که در تمام عمر خود شنیده که عیسی مسیح خداست؟ آیا میپذیرن اینها؟ قبول میکنن؟ قبول میکنن که عیسی مسیح خدا نیست و فرزند خدا نیست؟ خب چگونه اینها جواب بدن؟ ولی من برایتان یک نکته را عرض کنم برای کشش های مسیحی. من میدانم که شما از خدا نمی ترسید. اگر می ترسیدید حقایق را برای مردم می گفتید. حداقل خجالت بکشید از جوانی که انجیل برنابا را باز میکنه، یک بار مطالعه میکنه، با شما روبرو میشه، از شما سوال میکنه که جناب کشیش، وقتی شما این انتقادات را بر این انجیل میکنید، همین انتقادات بر کتابهای دیگه هم وارد است، چی جواب میدید برای آنها؟ در میروید، پاسخ نادرست میدهید، به سر مردم شیره میمالید؟ نمیتوانید. آخر به دام این مردم میافتید. آخر همین مردم با شما تصفیه حساب خواهند کرد، چون دین در میان هست. مردم را دارید به جهنم میکشید. مردم را به طرف شرک دعوت میکنید، به جای اینکه خدای یگانه ای که عیسی مسیح خودش میگه شما خدای یگانه را عبادت کنید، شما میایید 2 خدای دیگه در کنار او قرار میدهید. 2 خدای دیگه، پسر و روح القدس را در کنار خدا قرار میدهید و نعوذ بالله تهمت میزنید به عیسی مسیح، تهمت میزنید به الله که الله گویا نعوذ بالله فرزندی داره. الله را وصف میکنید با صفات زشت و با صفات بد. الله را صفات انسانی میدهید، صفات بشری میدهید. خب یک جوان عقل داره، شعور داره، میدانه چگونه این خدایی است که به هر حال همسر داره، چگونه این خدایی است که صفات بشری بر او داده شده، چگونه خدایی است که در وجود انسان فرود آمده و حلول کرده، از حالت لاهوتی آمده به حالت ناسوتی. تماسی را میشنویم. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. بیننده عزیز بفرمایید. بیننده عزیز بفرمایید. تماستان وصل شده. بله، گویان که بیننده عزیزمات صدای ما ندارند، گرچه ما صدایشان را داشتیم. شاید مشکل در این باشه که تلویزیونشان روشن هست و به هر حال. خب دوستان عزیز و بزرگوارم، این جوانان عقل دارن، شعور دارن، این مردم عقل دارن، شعور دارن. امروز مردم در حال فراگیری علم هستن، فراگیری دانش هستن. شما چی تصور میکنید یک جوان دانشگاهی، یک جوانی که سالها درس خوانده این مزخرفات را میپذیره؟ قبول میکنه که شما برایش بگید خدا پسر داره، نعوذ بالله، خدا فرزند داره؟ مگر عقلش این را قبول میکنه؟ میگن بله،
ما برایش دلایل عقلی میگین. چگونه امکان داره که یک کسی بدون پدر به دنیا بیایه؟ خب اون جوان میفهمه که برایتان بگه پس آدم بدون پدر و مادر به وجود آمد. چگونه به وجود آمد؟ همان خدایی که و همان اللهی که قدرت داشت که آدم علیه السلام را بدون پدر و مادر به وجود بیاره، همان الله و همان خدا قدرت داره که عیسی مسیح را بدون پدر به وجود بیاره. چرا به الله او را نسبت میدهید؟ تماس را میشنویم. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. بیننده عزیز از طریق تلفن با ما صحبت کنید، بفرمایید. خب متاسفانه که تماسی ایشان قطع شد. به هر صورت خب دوستان عزیز و بزرگوارم، اینها در حقیقت مسائلیه که امروز نه فردا نه پس فردا افشا میشه و فهمیده میشه و باید اینها جواب بدن در برابر این حرفا و در برابر این کارهایی که کردن، در برابر این تغییری که در دین عیسی مسیح آوردن. تماس را میشنویم. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام. برادر عزیز صدای تلویزیونتان را ببندید. صدای تلویزیونتان را ببندید برادر عزیزم. بفرمایید. خب الو، بفرمایید برادر عزیزم، بفرمایید. الو سلام. برادر عزیزم گفتم صدای تلویزیونتان را ببندید. صدای تلویزیون را ببندید و از طریق تلفن صدا را داشته باشید. خب گویا این که بیننده عزیز ما متوجه نیستن. تماس بعدی را میگیرین. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. سلام علیکم برادر بزرگوار. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ببخشید من دو سوال داشتم. بفرمایید. سوال اول من پیرامون موضوع برنامه باشه، بفرمایید. والله نیست، ببخشید. کسر نه برادر عزیزم، اگر پیرامون موضوع برنامه نیست از شما معذرت میخوام. بله، وقتی پیرامون موضوع برنامه نباشه از دوستان عزیزم معذرت میخوام، چون وقتی ما بحث را مطرح میکنیم دوست داریم که پیرامون همین بحث عزیزان اگر سوالی دارن و به هر حال حرفی دارن، تعلیقی دارن، ان شاء الله میشنویم. تماس بعدی را میشنویم. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. بله، تماس بعدی. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. سلام علیکم، خواستن باشه بخیر بسال. علیکم السلام برادر عزیز، تشکر از شما. بفرمایید، معرفی بفرمایید. سلام علیکم. ما از زاهدان زنگ می‌زنم. سوال شرعی داشتم قربان. دوست عزیزم سوال شرعی اگر دارید یکی دو ساعت بعد تماس بگیرید. برنامه پرسش و پاسخ فعلا برنامه بازسازی اندیشه است. پیرامون انجیل برنابا صحبت کردیم. اگر حرفی دارید بفرمایید. شما خودتون میتونید جواب بدین. شما خودتون اگر دوست عزیزم حرف جواب دادن و جواب ندادن نیست. من میخوام که به برنامه منضبط باشیم، یعنی اینکه آنچه گفته میشه فقط پیرامون آن صحبت بشه. اگر حرفی پیرامون موضوع برنامه دارید بفرمایید. نه موضوع برنامه یه نفر طلاق داده به من قسم خورده که من مثلا. بله دوست عزیز و بزرگوارم، موضوع طلاق اولا اگرچه به بحث ما ارتباط نداره ولی توصیه‌ام اینه که به تمام بینندگان عزیز موضوع طلاق را ارجاع بدید به همان علمایی که در همانجا هستند. یک طرفه نمیشه موضوع طلاق را جواب داد. اگر لطف کنید پیش علمایی که در همانجا هستن، شما خو الحمدلله در شهر بزرگ مثل زایدان هستید، علما زیادن، در اونجا مراجعه کنید، ان شاء الله پاسخ برایتان خواهند داد. تشکر از شما، جزاکم الله خیر، سلامت باشید. بله، اگرچه این موضوع بیرونی بود به هر حال خواستم توصیه به دوست عزیزم داشته باشم که موضوعات طلاق و نکاح و از این قبیل حرفای موضوعات میراث و اینها مسائلی که از طریق تلفن و از طریق تلویزیون و رادیو اینها حل نمیشه و نیاز داره که دو طرف حضور داشته باشن و تا اینکه شخصی از او سوال میشه بفهمه که حرف چیست. یعنی یک طرفه جواب دادن این خودش خطاست. به هر صورت این بحثایی که نمیپردازیم. تماس بعدی را میشنوین. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. سلام علیکم اکرم. علیکم السلام برادر عزیزم، بفرمایید. اگر پیرامون موضوع بله بفرمایید. حسین میگه در تلویزیون تماشا میکنیم، یکم مذهب چیه نفهمیدم. متوجه نشدم.
برادر عزیزم اگر کمی واضح بسازید، نفهمیدم، متوجه نشدم چی میگن. همین مذهب درباره یگان مذهب یا حسین میگن. آها فهمیدم. بله، مذهب رافضی هاست. بله. ای چه؟ مذهب رافضی ها، اثناعشری ها، شیعه های اثناعشری. رحمت. بله، تشکر از شما. به هر صورت خب، بله بینندگان عزیز و گرامی، وقت برنامه ما فکر میکنم رو به اتمام هست و بله فکر کنم که دیگه نمیتونیم تماس بگیرین. به هر صورت دوستان عزیز و بزرگوارم، به خصوص جوانان مسیحی و زنان و مردان مسیحی را مورد خطاب قرار میدم که کوشش کنید مطالعه کنید، خودتان را از قید و بند افراد طمعکار و افراد تبهکار خودتان را نجات بدید. و خدا قسم در روز قیامت در پیشگاه خدای متعال قرار میگیرید، از شما سوال میشه، پرسان میشه. آن وقت نمیتوانید بگید که این کشش مرا به گمراهی کشید، برای من دروغ گفت. کمی فکر کنید، کمی بیاندیشید، به خودتان برسید، مطالعه کنید. هرچی مطالعه میکنید، تحقیق میکنید، پیرامون دینتان هم مطالعه کنید، تحقیق کنید. جوانان مسلمان، قدر اسلام را بدانید، قدر قرآن را بدانید. شما بهترین دین را دارید، بهترین کتاب را دارید. ای اهل سنت و جماعت، قدر این دین اسلام و مذهبتان را بدانید. و زمان شما قدر این را درست میدانید که این خرافات و این مزخرفات و خزعبلات را در ادیان و فرقه های مختلف مطالعه کنید. آن وقت میدانید که شما چقدر مورد رحمت الهی قرار گرفتید. الله به شما چقدر رحمت کرده، چقدر به شما مهربانی کرده که بهترین دین و بهترین روش و منهج را به شما داده. به فکرتان بشید، فکر کنید، بیاندیشید. الله برای ما عقل داده، فکر داده که با آن به تفکر بکنیم و بیاندیشیم. به هر صورت دوستان عزیز و بزرگوارم، بحث ما در این برنامه پیرامون انجیل برنابا بود. خلاصه سخن این که انجیل برنابا مثل اناجیل دیگر تاریخ درست نداره، سند درست نداره، اشکالات در او هست، ولی برخی از مواردی هست و برخی از معلوماتی هست که موافق با قرآن هست، از جمله این که عیسی مسیح به صلیب کشیده نشده، عیسی مسیح فرزند خدا نیست، عیسی مسیح خدا نیست، و این که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم از زبان عیسی مسیح بشارت داده شده که پیامبری در آخر الزمان به نام محمد رسول الله که خاتم الانبیا هست میآید. و اینها معلومات کلی بود که در مورد انجیل برناباست، و این که کلیسا آن را رد میکنه به خاطر این معلوماتش هست، نه به خاطر سندش و نه به خاطر غلطهایش و نه به خاطر تناقضاتش. چون اگر این منطق را ما بگیریم بر این 4 کتاب دیگه، اناجیل 4گانه متی، مرقس، لوقا و یوحنا هم آن را جاری بکنیم، هیچی از آنها باقی نمیماند. این خلاصه سخن بود. همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. الله سبحانه و تعالی یار و مددگار همه شما باشه و تا برنامه دیگر که انشاءالله در خدمت شما عزیزان قرار خواهم گرفت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.